لبه کارم رو تمام مدت حفظ کردم. میذارم خمیر با وزن خودش خودشو بکشه که اگه خمیرتون سرده یک کم ممکنه شما رو ببره به چالش. معمولا میذاریم 10 دقیقه بیرون باشه. آره. چی بود؟ کارش خیلی حرفه‌ای نباید انجام بده. ما واقعا امتحان کنیم که خانواده نمیشه. می‌بینیم می‌ذاریم رو پشت دستتون حرکت چپ. دوباره سوال ما این کار بکنیم که خونه همسایه بریم. به سخت میچسبه. همه میگفت که دوباره قدم بگیم خب حالا پیتزا حالا که گذاشتم توی قالب میام سس رو به عنوان پایه برای کف در نظر میگیرم. حدوداً 100 گرم پنیر پیتزا کف میزنم، 50 گرم هم رو اضافه میکنم. اون دفعه براتون استاپ کراس نزدم نه؟ من فکر می‌کنم چیا زدم چی براتون بزنم جدیدتر باشه. خب یه تخته اینجا هست. فلفل هالوپینو هم دارم. کف همه پیتزاهام یه ذره هالوپینو هم اضافه میکنم. تندیو از هالوپینو بگیرم. با پنیر پیتزا میام روش یه مقدار اد میکنم و اضافه میکنم. پپرونی هم که لطف کنیم بریم هم پوشونده دوباره هم نپوشونده، خیلی اضافه نمی کنم. این مرحله چقدر پنیر پیتزا میکنیم؟ تقریبا 100 2 ماش میریزیم. فلفل اسمش چی بود؟ هالوپینو. ترشی ریلایده اومده تو آب سرکی آب نمک کابیده شد. اصلا این قاش در این صورت توی آب نمی‌ندازه؟ نه مثلا حرارت میشن؟
چون پپرونیه اگر دوست داشته باشم میتونم الان دوباره از فلفلای هالووینو روشم درشت بذارم. اگر تون میل میکنین بذارم، دوست دارین کمتر باشه نذارم. یه ترکیبی سیب زمینی داشتم. چند جاشو میتونیم بذاریم. من میذارم اگه دوست داشتیم برداریم. این دیگه رویشو میتونیم، دوست نداشتیم برداریم. یه ذره بهش ادویه ترکیبی اضافه میکنم قبل از اینکه بره تو فرن. چرا؟ چون دوباره پنیر پیتزا خیلی آروما نداره، اینجا بهش میام اضافه میکنیم. میتونیم بره تو فرن.